مصرف کردم خب کار دیگرم میکردم. خب شما خودتون گفتین که مسئله مسائل بین خود ما قومی خود ما ساز کار نیست. وقتی که میخوام کردم خودم میدونستم بیارم وقت کبه چیزی نبود. حال بگی شروع کنین ای چقدر خودم میساد میشه با خودم میتونم نازد حال بگی دیگه چیزی خودم شیرین گل جان حال بگی از دوست دارم بخور بگی بخور من قدر گرده که داشتم دو سازم میخواستم براتون ماما حال شیراغا ماندن والای خونه است بگی دیگه ماما جان من این دایره زران یاد ندارم بیت خواندن یاد ندارم شیراغا جان بخونم و بزنه که ما گوش کنیم ماما این خود میفهمه آخر من خوارزاده همه تو یک ماما هستم ماما این خود میفهمه که ماندن والای خونه است فهمیدی مگم بهتر نیست که شیرین گل نه آره شیراغا جان خودت خود نیست که گفتی اما تا چی خودش چی میفهمه کمیون مشغل مصرف کردیم در اینجا ای دیگه بگو بیاد دوست رو بخونه حالا میکنیم بخونم دیگه من میکنم خدا سازنده چیه بخوریم آره او ما همیشه هستم سازنده خانه استم و شیرین شیرین گل همی گفت میدنه که همیشه هستی حق داره سرت باید بخونه دیگه نه من ایجاد ندارم بگی مالک همون خودت بگی خیلی بگی امیر کل خرابیت تو شیر آقای مست ای گفت که این چیزا نبیر من خودم هر کار هستم خود چی رقم هر کار هستم خب ما دیگه داری دیگه دیگه نکنم کار میکنه جگر رست خواب دوداله اجازه باشید ماما این چیزی میگه گرزدن موقوف گرزدن موقوف ماما فقط داریه و خواندن یک جای شروع شود من حساب میکنم بخیسیست نه دایره تو بزن خواندن نمیکنم دایره من حساب میکنم بگی بگی خدا کنم ما بر سکسک میگی ماما جان سر شما حق دارم بخیر خاطر شما میخیزم بیا دیگه چرا نمیمونی بالا سرت شم ناطالای نمیگم پدر دیم پدر جانم دیم کرد آمد پدر جان سلام علیکم سبقت شام سلام چرا سامان وقت آمد یا آقا جان بیس سلام دیروانی کنی سلام دکتر خوب هستی؟ ماما جان رزار باشه که سبقه قدم های شام ببروارستی بابا پدر جان اینجا همه چیز مناسب است میشه میره بایسته شام پدر همه چیز منظم است تنها یگانه چیزی که کم بود موجودیت خود شما بود که تشریف آوردین راستا خوش آمدید فقط همه معطل شما بودن بس به آقا جانم هیچ کار نمیشه راستی هم کار بدن است لالا گل جان ما منتظر شما بودیم که بخیر بیاین و نامه هم تفلک بانین خانم جولیتاس چطور است تفلک آرام است؟ دیگه آقا جان اگر دفعه نارامی میکنم مامی جان اما شیرش درست کردی؟ چرا؟ نه او دختر اما یک چک شیر بده از صبح تاله چرا نده؟ چیز شما ناردینی؟ شیر چوشکش برنی؟ خدا یار جان جولیتا جان دیگه به خاطر دیگه که کم شیر از خاطر میگه فوزه جان تو میخواستی بگویی بله حال شما این تفلک شیر پودری میتی؟ حال چرا شیر خدا نمیتی جاری مامای خود
چرا شیر گوی برش نمیتی؟ ماما جان ای ماما جان او ما بودیم که سطل شیر میداده مال شیر کو حالا نخ شیر میگیرم شیر پودری رو میکنم در کشتک من دادم خلاص خیرشون میکدم و البته کلان میشه بدون دل دردی بدون زامت بدون تکلیف چرا خود زامت بدم اگه جولی جان شیر نداره مزده گوی شیر از بی گودوشه شیرا ولی گودوشه شیر میمونه بس تو هم بسیار دروغ گویی خالص بیارم آه. لایقه تو لایقه تو برای من وعده کردی نه برای دیگچه شیر خواسته بودم نه یک سطل شیر میارم حالا بابا دیگه. درکت نشه شیرینگل جان حالا تو چرا خورده ممکن هستی؟ همیاره بیچاره ببین لالا آقا تو ببین تو که یک دانه کدو آورده اینه ببین بیچاره چقدر زحمت کشیده بچی خواری این عین از دی در اینجا آورده ولی میگه که مامای هیچ چیز نبره این لالا آقا تو ببین که کدو رو بیچاره به دست خود چیز کرده بو برولا گفت عجب مکدی را خوشم دار این نان روغنی هم آورده بیچاره کلچه تندوری خب کلچه تندوری صحیح است من قنداقا بچه دیدم گوشه بود باشه کلچه است توجه خانم جولیتا شما پرنسیپ فامیلی باره که افتخارات سازخانه داره مراعات نمیکنید میفهمید به اساس پرنسیپ باید برای کودک شیر مادر داده شود مگم شما این کار نمیکنید چرا خانم جولیتا بله اینطور است که جولی جان شیرش یکم کار کمتر است خدا یار جولی جان دیگر من پیشتر به عرض رساندم که کم شیر است نه شما از دنیا هیچ خبر ندارید به اساس پرنسیپ باید برای کودک شیر مادر داده شود میفهمید بله. دکترها نظر دارن که اگر 6 ماه یک طفل شیر مادر خود بخوره بله. برای عمر طفل کفایت میکنه میفهمید یکان مریضی های خردریزی هم که برای طفل پیدا میشه اونمون شیر مادر از کوره برطرف میکنه مگر شما باید پرنسیپ اینو باید مراعات بکنید درست لالا آقا جان اما یک چیز ازت پرسان میکنم لالا آقا اگر شیر مادر کم باشه باز چطور کنم چرا اگر شیر مادر کم باشه در اون صورت میتونیم که ما برای طفل خود شروع ترکاری آب میوه شوله و باز چیزهای دیگه بدیم در پالی بسیار فایده میکنه در پالی شیر مادر بسیار فایده میکنه لالا آقا جان است که ما مردم دی یعنی تفلکاره 2 سال بعضی 2.5 سال شیر مادر میتن دام خدا ببینیم که تو صبح طلاق تو خوبه به تو سالم اولادکا داری درست ما براتون گفتم که دکترها میگه پرنسیبن اقلا 6 ماه شیر مادر ایشون برای طفل- 6 ماه حتما باید بله مگر این باید پرنسیبا جدا مراعات شود جدا این بسیار خوب است بسیار اساس است درست خلا آقا جان حالا ما منتظر ازی بودیم که شما بخیر بیاین و نامک تفلک بارین حالا بگیرین بخیر نامک شو بارین بله راستی هم که اگر گپتون گرفتم قند آقا همین شیر که هست همین شیر که واقعا همین شیرینگل همین بچگه که همه تو شیر داد و همه تو نام خدا شیر این نام بیا قندولک ببین این همون شیرینگل بود که همه تو شکلی بچه تک دو ملاق بزن از تو آنه از این همین فولاد بارست ملاق سعی ملاق بس بچه بیش بجه ده بزنید سعی ملاق بزنید دیگه صاحب همون شیر بود دیگه که همون شیرینگل بود که احمد تو صاحب شیری بچه را میداد ما میگم یکان وقت داریم سرش میسو که این شیری که ای داره در حقیقت ای دیگه چی بگویم بخرم شیرینگل آمد شیرینگل بیا دیگه بیا کمر تعریف خودت هم بکردیم بیا آقا جان سقط شوم بیا قربان پایایت من میگم شوم اگر تو میامدی کی کار میشد ای تا که خودت من گفتم تا که خود آقا جانم نبیایه و نقل نام بخش نکنه هیچ امکان نداره که من نام ببانم این حال خودکت میدونی نامش بیش ما به اجازه شما لالا آقا جان برز برسانم که جولیتا جان چند ماه پیش تقریبا پیش خودم یک نام فکر کرده که باید نامش این چیز بونه و من هم تقریبا با این فکر هستم منتظر که شما